باید بپرسیم چرا فردوسی شاهنامه این بزرگترین شاهکار حماسی جهان رو سرود؟ راوی با کلام، چهره و حرکت شنونده رو میبره به اوج داستان، میبره تو عمق شاهنامه و تاریخ. چو ایران نباشد تن من مباد، بر این بوم و بر زنده یک تن مباد. خیام فریاد خرد در زمانه ای بود که نجواهای اندیشه خفه میشد. 1000 سال گذشته اما فردوسی هنوز نفس زبان ماست.